یا مثلا بسیاری کساس میگن دموکراسی اسلامی. انسان خلیفه خدا بر روی زمین است. بنابراین معین میکند حکومت همین خلیفه خدا دیگه، خودی انسان. این همون ریشه های دموکراسی است. و گفتنی هستم که این مالی اسلام بود و قرار گرفتیم. خلاصه از اون مملکت زیادی بود و امروز دیگر مردم مسلمان یک راه دارن، بار دیگر با چند نفر دموکراسی را باید بگیرن. مورد خصوصی است و اون روایت قرآن هم است که حاضر بیزارت رو رابطت لیلا. بعضی از ملاها و بعضی از شیخها و بعضی از دکترها و بعضی از پروفسورها پیدا شدن، کتاب‌هایی نوشته کردن به نام دموکراسی اسلامی. ما برگشتن به همین مردم سالاری ما میگیم که مسلمان هاست و راسته امروز این عالم اسلام دولت این بار دیگر و خودش برمیگرداند و امیدوار هستیم که در همه کشورها دموکراسی مردم سالاری پیروز بشود. دموکراسی تعریف خاص خود داره که حکومت مردم توسط مردم برای مردم است. آل در پشت ازی که اسلام داخل کنی یا دموکراسی رو خراب کردی، غرب زدی تکت تکت کردی قانونش، یا اسلام خراب کردی. حالا شما باید چیز متضاد یک جای میسازین، در حقیقت چی کردین؟ اردوش خراب کردین. یا دموکراسی رو خراب کردی دروغ گفتی، یا اسلام خراب کردی دروغ گفتی. ما نتصمیم توفیق در حال موقع نظرت ما نکنیم و این سوالی داشته شده در تمام سندهای رسمی در صحبتهایی که نمایندگان حزب همیشه کاربری خودمان رو بر ارزش‌های دموکراسی حقوق بشر و به ارزش‌های اصلی که حزب جمعیت اظهار کرده. شخصا اینا بسیار می‌خواستم که هر یک شهروند جمهوری برای آنکه متقاعد شود که نهضت اسلامی تاجیکستان از مسیر دموکراسی بیرون رفتنی نیست، کاملا بر ارزش‌های قانونی اساسی میماند، شبهه‌اش را بگیرد و طلبش را کند. مثلا یک سیاستمدار، یک رئیس حزب، وزیر بیاد از نهضت اسلامی تاجیکستان طلب کند که برای که من باور کنم که شما واقعا دموکراسی را اعتراف دارید، این کار انجام میدید. مشخص طلباتش را با ما بگیرد، شک و شبهه‌اش را بگیرد. پس این دو چیز با هم یک جای نمیشه، چون در دموکراسی مردم سالاری است و در اسلام سالار و حاکم و کسی که قوانین تعیین میکنه بر ما کی است؟ الله هست. این حال که شما باید این دو چیز متضاد یک جای میسازین، در حقیقت چی کردین؟ اردوش خراب کردین. یا دموکراسی رو خراب کردی دروغ گفتی، یا اسلام خراب کردی دروغ گفتی. دموکراسی است، اسلام است. متوجه شدین؟ پس اینی کسی که اینی کارا را میکنه، این تهمت بالای کی میکنه؟ بالای الله میکنه. فمن اظلم ممن کذب علی الله و کذب بالصدق و کذب بالصدق، تکذیب کرد به صدق. صدق اینجا مرادش چی است؟ کتاب الله هست. یعنی تکذیب کرد. اینجا کذب آمده، یکی کذبه یکی کذبه. چی فرق داره؟ کذبه زالش که شاید نداشته باشه یعنی دروغ گفت. کذب علی الله، سر الله دروغ گفت. وقتی که میگه کذب بالصدق یعنی قرآن تکذیب کرد، گفت که قرآن دروغ است، بیخی رد کرد. متوجه هستین؟ الیس فی جهنم مثوی للکافرین، پس کسی که کارا را میکنه در جمله کفار داخل میشه. و مثوا و جایگاه کافرها کجا هست؟ جهنم است. پس اگر جاهل هستی اینی را بفهم، تا بالی که اگر گفتی توبه بکن.